و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، در حدیث سیم اومده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند العلماء ورثة الانبیاء، علما میراثخوری پیامبران هستند. هر یک علم به پیامبر خودش. و در دوام حدیث میگن که الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا علما. انبیا میراث نگذاشتند دینار و درهم رو، یعنی دنیوی از مال و اموال چیزی رو میراث نگذاشتند، حتی به خانواده خود میراث نگذاشتند، بلکه میراث انبیا این علم است. حدیث البته صحیح است، والله اعلم. از ابی هریره رضی الله عنه در صحیح مسلم و در غیر از سنن مسند روایت شده است. اما سوال اینجاست که علمایی که میراث بری رسول الله صلی الله علیه و سلم کی است؟ البته این کسی است که علم قرآن و سنت را داشته باشد به فهمی صحیح و درست، به فهم سلف امت. اساس علم این توحید است. اساس علم این یکتاپرستی هست. اساس علم این درباره لا اله الا الله محمد رسول الله است. عالمی که دعوت به سوی توحید میکند، عالمی که به توحید عمل میکند، عالمی که کفر به طاغوت دارد، عالمی که براءت از شرک و مشرکین دارد، عالمی که به مردم اصول دین را چخیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانیده ان میرساند. و البته بعد از این در دیگر مسائل دیگر که از اصول دین نیست، از مثلا عبادات، معاملات، فقه، از باب فقه است یا باب اخلاق است، البته در این باب هم پایبند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انا همین میراثبری رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما عالمی که در باب فقه عالم است، در باب آداب و اخلاق عالم است، به مردم خوب میرساند آداب و اخلاق رسول الله را، مسائل فقهی را، از طهارت و نماز و مسائل طلاق و حیض و نفاس و غیره، اما در باب بارک الله فیکم عقیده به اهمیتی دارد، یا که بگوییم عقیده را نمیفهمد، توحید را از شرک جدا کرده نمیتواند، شرک را از توحید جدا کرده نمیتواند. در نزد این شرک توحید است، توحید شرک است، والعیاذ بالله. به مرده پرستی دعوت میکند، به قبر پرستی دعوت میکند، به شرک و کفر دعوت میکند، به طاغوت پرستی دعوت میکند. ضد اهل توحید است و مشهور است همچون عالم. این عالم میراثبری رسول الله نیست، این اعوذ بالله در عقیده اش پیرو از شیطان کرده است. این اولیاء و شیطان است، زیرا که اصول دین را نفهمیده است. اصول دین از همه مهمترین، ضرورترین چیزی که الله و رسول به همون خبر داده اند، همون را نفهمیده است. بزرگترین امر الله و امر رسول الله به امتشان چی است؟ امر الله به بنده این چند زدن به توحید و ترک شرک، و بزرگترین امری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به امتشان کردن همین است، توحید، و نهی که کردن شرک. کسی که توحید رو نفهمید، شرک رو نفهمید، به شرک واقع شد، از مشرکین، از شرک مشرکین براءت نکرد، کفر به طاغوت ندارد، او میراثبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست. او حال دین رو نفهمیده است. و البته همان عالم میراثبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که توحید را تحقیق بکند، بداند، بفهمد و دعوت به سوی توحید کند. بارک الله فیکم.